ما امروز قراره که یه سخنرانی آماده کنیم. یه سری از شماها احتمالاً بدونید که چه موضوعی رو قراره دربارش صحبت کنیم. درسته؟ چند نفر اینجا اصلا موضوع میدونید میخواید درباره چی صحبت کنید؟ یه سری از رفقا هم هستن که نمیدونیم دقیقاً درباره چه موضوعی صحبت کنیم. من یه چیزی رو اول مشخص کنم. اگر هدفمون این باشه که سخنرانی یه شغل حرفه‌ای باشه برای ما و بخوایم ازش پول در بیاریم، چاره‌ای نداریم جز این که متخصص باشیم. یعنی سخنرانی که چه میدونم درباره روانشناسی صحبت میکنه، بعد از ظهر میخواد درباره هوش مالی صحبت کنه، شب میخواد درباره مدیریت زمان صحبت کنه، سخنران به هیچ دردی نمیخوره. خب پس شما چاره‌ای ندارید جز این که برید به سمت تخصص خودتون. بهترین سخنرانای جهان سخنرانایی هستند که یه تخصصی دارن و اون تخصص خودشون رو به آدم‌ها ارائه میدن. این بحث تخصص گرایی مهمه که حالا میذاریم کنار. اما برای امروز که میخواید یه موضوع پیدا کنید، 4 تا پارامتر داریم ما که به شما کمک میکنه موضوعی که میخواید دربارش حرف بزنید رو پیدا کنید. یکیش علاقه مخاطبه، یکیش علاقه شماست، اون یکی تخصص شما و اون یکی درد مخاطب. اگر ما یه موضوعی رو پیدا کنیم که توی این 4 تا نقطه جا بشه و این 4 تا ویژگی رو با هم داشته باشه، قطعاً بهترین موضوع برای سخنرانی کردن داخل اون سال. حالا یه برگه سفید دارید شما توی ادامه اسلایدها، یعنی 1-2 صفحه که بیاید جلوتر دیگه کلاً برگه سفیده. صفحه آخر اون دفترچه که برای منه، قراره تحلیل سخنرانیتون اونجا نوشته بشه، ولی اون جلوتر 2-3 تا صفحه سفید هستش که بتونید صحبت کنید. آقا رضا فکر کنم اون کامپیوتر رو خاموش کنیم اوکی بشه، چون رفته شده. الان اون رفقایی که میخوان موضوع پیدا کنن، قبلش در حد 2 جمله با توجه به سوالایی که همین اسلاید قبلی مطرح کردیم، جنس این 15 نفر، نمیدونم 14 نفریم، 15 نفریم، 16 نفریم، جنس مخاطب‌هایی که الان روی این سالن نشستن رو توی برگه بر خودشون بنویسن. یعنی همون سوالایی که اینجا مطرح کردیم رو داخل ذهنتون از خودتون بپرسید و مشخص کنید که مخاطبایی که الان نشستن و قراره براشون صحبت کنید چه جور طرز فکری دارن و چه چیزی براشون مهمه و نسبت بهش علاقه دارن. من یه سری سوال اگه یادتون باشه، شما بکنم یکم دیرتر اومدیم، یه سری سوال اگه یادتون باشه اول صحبتم ازتون پرسیدم. اون سوالها دقیقاً بر اینجا بودش. این که میپرسیدم از چه دانشگاهی اومدین؟ تجربه سخنرانی دارین؟ سخنرانی براتون سخت بود؟ یه سری سوال این شکلی پرسیدم. الان هم شما میتونید از همدیگه سوال بپرسید. یعنی هر کی از بغل دستیش میخواد، از پشت سریش میخواد، میتونه در حد چند تا سوال بپرسه تا جنس مخاطبای الان رو تشخیص بده.